الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله مولانا العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء علما وعلم الإيمان الصلاة. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیننده های نهایت گرامی، عام از مرد و زن، هموطنای قابل قدر و احترام، در قدم نخست عرض ادب و احترام دارم و تحفه سردار کونین جناب محمد عربی صلی الله علیه و سلم را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله به حضور فردتان تقدیم و تهنیت عرض می دارم. بعد از عرض ادب و احترام، بیننده های گرامی، در هر جایی هستی شاد و خرم و خندان باشه و لباس عافیت به تنتان باشه و الله کریم جل مجده همه ما و شما را در هر جایی هستیم از گزند دشمن و از آفات زمینی و آسمانی در حفظ امان خود داشته باشه. اگر به یاد ما و شما باشه، در برنامه قبلی که ما داشتیم یا درس گذشته به عنوان دیگری اگر بگوییم، رابطه به فضیلت جماعت بوده. گرچند مناسب بوده که اهمیت و جایگاه نماز باید در برنامه قبلی گفته میشد، خب هر صورت گپ شرعی و خیر هر وقتی که آدم بگوید خیر است. امروز رابطه به جایگاه و اهمیت نماز صحبت‌هایی می داشته باشیم. مشت نمونه خروار. الله متعال همه ما را توفیق بده که برنامه را دنبال بکنیم و اهمیت نماز، جایگاه نماز با خبر باشیم، چون بعضها را ما سراغ داریم، عام مرد و زن، خواهرای ما، مادرای ما که نسبت به نماز تنبل هستند، سستی میکنند و تکاسلی در نماز خود دارند. و همچنان برادرایی را میشناسیم و شاید شما هم سراغ داشته باشی که نسبت به این فریضه الله و این امانت بس عظیمی را که الله متعال به دو شما گذاشته، ما نسبت به این امانت خیانت میکنیم. الله متعال ما را توفیق بده که به جان و به گوش خود بشنویم و من بعد تصمیم عمل را بگیریم. اگر نمازخوان هستیم، 5 وقت نماز میخوانیم، در نماز خود چستر شویم و آنانی که نسبتا تکاسلی و تنبلی دارند، الله متعال اونها را توفیق بده که به این فریضه بزرگ الهی جل مجده رو بیارن و از هوا و خواهش خود تیر شوند. ما گپا را مختصر داشته باشم چون خسته نشه بیننده های ما، هموطنای ما، عام از خیش و قوم اقاربی که فعلا مرا مشاهده دارن و نظارت دارن، شناسا و ناشناس، به هر صورت جایگاه و اهمیت نماز. انشاءالله که الفاظ بسیار مختصر و عوام فهمی را به شما می داشته باشم. گپای من انشاءالله همگی می دانن، هم از این که پشتو زبان ها هم اگر باشن، برادرها و مادرای پشتون ما هم انشاءالله فارسی را می فهمن، چون فارسی آسان تر است، همگی می دانن. جایگاه و اهمیت نماز. ببینیم در دین مبین اسلام احکامات زیادی ما و شما داریم. مثلا زکات است، حج است، روزه است و همچنان سایر احکاماتی که هست
همه احکامات دین در دنیا و به سر زمین به پیغمبر علیه السلام نازل شده. اما یگانه حکمی که، یگانه امانتی که، یا یگانه تحفه بزرگی که الله متعال به این امت داده، این تحفه را و این حکم الله متعال مافوق آسمان ها فرض گشتانده. رسول گرامی اسلام علیه السلام به شب معراج که رفتن، در شب معراج، حکایت معراج طولانی است، ما به او نمی پردازیم، اما مطلب خود انشاءالله بیان میکنیم. قبل از اینکه ما حکایت دنبالدار بسازم، برادر ما تماس گرفتن، حکمت الله جان از کابل. برادر بفرمایین صاحب، میشنویم. علیکم السلام و رحمت الله. شکر صاحب، با عزت باشی صاحب. شما خوب هستی؟ مهربانی کنی صاحب. درست است برادر، سوال ما گرفتم، انشالله که جوابتانم میتم. بخیر باشید. به هر صورت برادر ما سوال داشتن که آیا مقتدی یک مسجد به دیگه مسجد رفتن میتونه یا خیر. حق اولیت از مسجد خودشان است. حق اولیت از مسجد خودشان است. باید در مسجد خود، اگر در مسجدشان مشکل نباشه و مشکل شرعی امام نداشته باشه، امام خدا ناخواسته مرتکب حرام نشده باشه، امام دروغگوی نباشه، امام ناخلف نباشه و همچنان امام با ممنوعات شرعی دست و پنجه نرم نکنه، باز در او صورت این مقتدی باید در مسجد خودشان به نماز بخوانه، چون حق اولیت از مسجد خودشان است. و اگر در مسجد خودشان کسی امام است که او امام ناخلف است و امامی است که امو شریعت مراعات نداره و بیباک و لاابالی است به اصطلاح ما و شما، باز در او صورت میتونه که یک مقتدی اگر در دیگه مسجد هم بره، چون پیغمبر علیه السلام میفرمایند که کسی که پشت یک امام با تقوا نماز میخوانه، من صلی خلف عالم تقی، کسی که پشت یک امام با تقوا و با خدا نماز میخوانه، فکأنما صلی خلف نبی، گویا که پشت یک نبی از انبیای خدا نماز خوانده باشه. وقتی که امامشان آراسته به دین و شریعت باشه، برای مقتدی جایز نیست که باز در دیگه مسجد بره. اگر نه که گفتیم امام باز خوب نبود، باز میتونه که در جای بره نماز بخونه، در مسجدی که امامش با تقوا باشه. به هر صورت خدا کنه که برادر ما سوال خدا گرفته باشن. میم سر اصل موضوع. گفتیم نماز مافوق آسمان ها. پیغمبر علیه السلام وقتی که به شب معراج تشریف بردن، در اونجا به همراه بسیاری از انبیا علیهم السلام ملاقات کردن. ابراهیم علیه السلام به همراه عیسی علیه السلام، ادریس علیه السلام، سایر انبیا ملاقات کردن. خب از جمله انبیای خدا به همراه نبی و رسولی که ملاقات کرد حضرت موسی علیه السلام بود. موسی علیه السلام از پیغمبر علیه السلام پرسید که الله متعال به امت چی داد، چی تحفه داد؟ پیغمبر علیه السلام فرمود که الله کریم بالای ما و امتم 50 وقت نماز فرض گشتاند. موسی علیه السلام به پیغمبر علیه السلام فرمود که چون ما بنی اسرائیل تجربه کردیم، دیدیم که 50 وقت نماز خواندنش بسیار مشکل است، بناهن امتان تو هم نمیتونن که 50 وقت نماز بخوانند. بناهن شما به پیشگاه الله متعال عریضه کنی که مگم الله متعال جل مجده نماز اختصار بیاره. پیغمبر علیه السلام تشریف بردن به حضور بلاکیف الله متعال جل مجده، در اونجا عرض کردن که یا الله امتای من نمیتونن که 50 وقت نماز بخوانن. الله متعال گفت که 45 مرتبه یا 45 وقت باید که امتای تو نماز بخوانن.
پیغمبر علیه السلام وقتی که دوباره با موسی علیه السلام ملاقات کرد، موسی علیه السلام پرسید که الله متعال چه کرد در حق امتت؟ با امتت چی توفیق داد؟ گفت 45 وقت نماز. گفت این بسیار است، 45 وقت هم خواندن نمیتونه. خب به می ترتیب پیغمبر علیه السلام رفت و آمد میکنه تا ای که از 50 وقت به 5 وقت نماز میرسانه. ببینید شاهکاری پیغمبر ما علیه السلام. باید ما ممنون جناب محمد عربی صلی الله علیه و سلم باشیم که از 50 وقت برای ما 5 وقت ساخته شه. بسیار یک تخفیف بس بزرگی است. موسی علیه السلام با پیغمبر علیه السلام فرمود که امی 5 وقت هم امتت خوانده نمیتونه، با الله متعال عذر کو، نیاز کو که مگم از 5 وقت هم کم شوه. پیغمبر علیه السلام فرمود به موسی علیه السلام که مرا شرم میاد که از 5 وقت هم کم بکنم. بنابراین 5 وقت نماز پیغمبر علیه السلام از مافوق آسمان ها برای ما شما توفیق آورده. بنابراین این امانت الهی جل مجده است. الله متعال در قرآن به ما شما دستور داده که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول، ای آنانی که شما به دولت ایمان مشرف هستی، خیانت در حق الله و رسولش نکنی. و تخونوا اماناتکم، و خیانت در امانتهایتان نکنی. خیانت در حقوق الله ضایع کردن فرامین الله جل مجده است. اوامر الله متعال ما ترک بکنیم و از محرماتی که الله متعال ما را منع کرده که شما این کارهای خلاف نکنی، کارهای ناپسند شما دست پنجه نرم نکنی. وقتی که ما به کارهای حرام دست زدیم، ما مخالفت و خیانت در حقوق الله جل مجده کردیم. و خیانت در حق محمد عربی علیه السلام ای است که ما پیروی از جناب محمد رسول الله علیه السلام نداشته باشیم. این خیانت در حق پیغمبر است. و خیانت در حق خود ما و شما است که ما در حق یک مسلمان، در ناموسش، در خونش خدا ناخواسته تجاوز داشته باشیم، در مالش، در آبرویش تجاوز داشته باشیم. این خیانت در حق خودمان هست. بنابراین ما از خیانت منع شدیم. پس کسی که فریضه الله متعال، امانت بزرگ الله متعال که ترک میکنه، این بس بسیار جفای بزرگی به امرای الله جل مجده کرده. پس این خود را از حلقه بندگی را از گردن خود دور کرده. خداوند همه ما را بیدار بسازه که این حلقه بندگی را در گردن خود پرتیم. این حلقه عزت است، حلقه شرافت است، حلقه است که هم دنیای ما را می سازه، هم آخرت ما را می سازه. نه تنها ما دنیا داریم که در دنیا هدف و غرض ما تنها به دست آوردن متاع دون دنیا باشه، که تلاش ما از صبح تا بیگاه، مرد باشیم یا زن باشیم فرق نمیکنه، تلاش ما به خاطر مادیات دنیا باشه، او طرف به فریضه الله متوجه نداشته باشیم. این گناه بسیار بزرگ است. پیغمبر علیه السلام در این مورد می فرماید لکل شیء علم، هر چیز برای خود نشانه داره، هر چیز برای خود نشانه می داشته باشه. و علم الایمان الصلاة، پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که نشانه ایمان یک آدم نماز است. چگونه ما در برابر نماز تنبل باشیم، سست باشیم، در حالی که ما خدا مسلمانان بگوییم، خدا مسلمان میخواهیم. آبا و اجداد ما، نیاکان ما همه مؤمن بودن، همه مسلمان بودن، همه با خدا بودن. امروز ما هم دعوا از ایمان و از اسلام داشته باشیم و نماز نخوانیم و این طرف دنیا سر ما غلبه بکنه، شهوت و هوا سر ما غلبه بکنه، نماز الهی را ترک بکنیم. الله متعال مردای خود را در قرآن معرفی میکنه که مرد کی است. یکی مرد است، یکی خصلت مردانگی است، یکی آدم بودن است، یکی آدمیت است. آدم همه ما هستیم، انسان همه ما هستیم. امی کله و کاپوز و اینمی جسم را همگی انسان ها داره، اما در ای مطلوب و منظور نیستک. جسم ما مطلوب و منظور الله نیست، بلکه در وجود ما باید چیزی باشه که او ما را به یک جایی برسانه که او تقوای ماست، او پرهیزگاری ماست، او با خدا بودن ماست. اونو کار میه. آدمی را آدمیت لازم است.
برای یک انسان، برای یک مسلمان آدمیت یعنی انسانیت برش لازم است. صندلی را بو نباشد هیزم است. اگر صندل کدام قسم گلی است، اگر او بو نداشته باشه او هیزم است. بناهن ما باید که آدمیت داشته باشیم. مردای خدا کی هستند؟ مردان خدا آنانی هستند رجالون. قرآن بر ما میفرماید، قرآن میفرماید که رجالون مردانی هستند لا تلهیهم تجارتون، اونها را مصروف و مشغول نمی سازه تجارت ولا بیع عن ذکر الله، و همچنان بیع خرید و فروش از یاد خدا، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاه، از برپا کردن نماز اونها را تجارتشان، خرید و فروششان، دکانداریشان، مارکتداریشان، دریوریشان، همچنان در هر منصب و در هر چوکی و جایگاهی که قرار دارن اونها را از یاد خدا، همیشه به یاد خدا می باشن و همچنان از برپا کردن نماز مصروف و مشغول نمی سازه. اینا مردای خدا هستند، یعنی خصلت مردانگی در وجودشان است. بسیار کسایی را ما میشناسیم، دیدیم، همه ما و شما شکر عقل داریم، چشم داریم، میبینیم، خیش اقارب در هر معامله میبینیم و هر روز ما و شما در معامله ها میباشیم، یا در معامله خیر هستیم یا در معامله شر هستیم، در هر جای میبینیم که کی در نماز سستی میکنه، تکاسلی میکنه، تنبلی میکنه. افسوس به حال ما، افسوس به حال ما که ما جایگاه نماز ندانیم و به نماز توجه نداشته باشیم. شما از من آزرده نشی، چون امو حقایق جامعه باید گفته شود. امروز در جای عروسی میشه، محفل شیرینی خوری میشه، مادرای ما دور از مادرای خوب ما، با عفت و با عزت ما، با تقوای ما خیلی همشیرهایی داریم که توبه کردن، رجوع به الله کردن. اگر بی ستر بودن، بی حجاب بودن، اونها به الله رجوع کردن، خود را با پرده ساختن، خود را با حیا ساختن، خود را با تقوا ساختن. اگر ترک نماز میکردن، به نماز رجوع آوردن. اگر به قرآن توجه نداشتن، امروز قرآن فرا میگیرن و قرآن را به آغوش دارن، تعلیم قرآن میکنن. این همسرا و این مادرها و این همشیره ها بر جامعه افتخار است، بلکه یک الگویی است، یک نمونه ای است بر سایر مادرهای ما، سایر همشیره های ما باید پند بگیرن. اما اکثریت میگیم که الله متعال در قرآن میفرماید که و قلیل من عبادی الشکور، کمی از بنده های ما شکرگزار می باشه. میبینیم مادرای ما به عروسی میرن، نماز خدا ترک میکنن، در عروسی میرن، نماز فراموششان میشه. میبینیم مادرای را در بازار میبراین، در وقت نماز همشیره ما از خانه میبرایه، اما قدر توجه نداره که آیا همین نماز هم فریضه الهی هست یا نیست، آیا همین امانت الهی را من درست بجایش بکنم یا نکنم، در وقتش ادا بکنم یا نکنم. در وقت نماز از خانه بیرون میشه، به طرف بازار میره، نماز خدا در بازار باز قضا میکنه و قصدن ترک میکنه. این بسیار وعید شدید داره. کسی که قصدن نماز ترک میکنه، حتی علما میفرمایند نزدیک با کفر میشه، در حالی که ما دعوا از ایمان از اسلام داریم. چگونه در بازار به خاطر متاع چند روپیه‌ای که از بازار میگیریم ما به خاطر از اون نماز خدا ترک بکنیم؟ من نمیگم که مادرای ما از خانه نبراین، براین با مراعات شرعی، البته امو قسمی که شریعت بر ما دستور داده، حکم کرده، ما او را مراعات بکنیم، با حجاب اسلامی و شرعی از خانه خود خارج شویم، به بازار بریم و امو مشکل خود رفع بکنیم، پس به خانه خود بریم. به هر صورت صدف خواهر ما از کابل به تماس هستند. بفرمایید صاحب. علیکم السلام همشیره، بفرمایید. کمی بلندتر صحبت کنید، نفهمیدم همشیره. سوالتان نگرفتم همشیره، یک کمی بلندتر صحبت کنه که
بفرمایین. که امرای شفقارت وقتی که دیانی به مقابل اقدام میکنه به این که آیا خمرای افتاد میزنه کسی که به مقابل از این تیر قدرت میگه حکم تیر قدرت چیه؟ خیر ببینی همه قدر سوال بود. درست است، من توضیح میتم. موضوع مهم را خواهر ما اشاره کردن. کسی به امرای کسی جود کرده به اصطلاح یا خفاس قهر سر مال متاع دنیا سر گپ اندکی با هم قار شدن و رفت آمد بس کردن. اما از یک جانب میشه که البته بعض موضوعات شرعی را میفهمه یا قطع صله رحم میفهمه که قطع صله رحم گناه داره و این گناه کبیره است، پس میخواه رجوع بکنه، آشتی بکنه، صلح بکنه، اما جانب مقابل روی میگردانه. این کسی که میره میخواه آشتی بکنه، میخواه که پس امور رفت آمده که سابق داشتن او را ادامه بده، این همت بسیار عالی کرده. پیغمبر خدا علیه السلام در این مورد میفرماید که البادئ بالسلام بریء من الکبر. کسی که اول اقدام میکنه به سلام و به کلام و به آشتی، این بری و بیزار و خالی و صاف و ستره از کبر است. یعنی در دل از این کبر و خودنمایی و کلانکاری وجود نداره. این میخواه که پس آشتی بکنه، این خو اجر میبره به نزد الله متعال. اما او کسی که تکبر میکنه، شما میدانید تکبر عزازیل را خوار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد و این کمال همت است. کمال همت است که ما رجوع بکنیم به امرای کسی که خفه هستیم، آشتی بکنیم. در حدیث ذکر میشه کسی که به امرای یک مؤمن و مسلمان، اگر مرد است یا زن است، از 3 روز بالاتر جنگی می باشه، خفه می باشه، جنگی می باشه، قطع صله رحم میکنه، اگر ای وفات میشه به دوزخ میره. صادق المصدوق جناب محمد عربی صلی الله علیه و سلم درفشانی کردن. بناهن صله رحم امیر گفته میشه. صله رحم چی را میگن؟ صله رحم ای است که یک برادر به امرای تو قطع بکنه، یک مادر یک همشیره به امرای تو قطع بکنه، رفت آمد نکنه، تو خانهش بری. اگر او خانه ما میایه ما پس خانه از او میریم. اگر او در محفل ما اشتراک میکنه ما دوباره در محفلش اشتراک میکنیم. اگر او در خیر و شر به امرای ما داره ما هم در خیر و شر به امرایش میریم و میسازیم. این خو ادا به ادا شد. این سیالی شد به اصطلاح ما و شما. سیالی همیست که تو ما با تو با ما. اما صله رحم ای است که از یک جانب قطع شود نکنه، از دیگر جانب ما واصل بسازیم. این صله رحم است. الله متعال همت نصیب همه ما بگردانه. میم سر موضوع اصلی خود که نماز است، اهمیت نماز بیان میکردیم که نماز بسیار اهمیت داره. نباید به خاطر بازار، نباید به خاطر یک محفلی که عروسی باشه یا شیرین خوری باشه، هر محفلی که باشه یا به اصطلاح شب و شش باشه، هر محفلی باشه ما نکنیم که در محفل رفتیم نمازهای خود ترک بکنیم. یا برادرای ما وقتی که خانه ما جنازه میشه، پدر ما فوت میشه، برادر ما فوت میشه، ما در مراسم ختم و خیراتش نماز خود ترک میکنیم. درست است، ما هر کار باید در جایش بشناسیم، ختم و خیرات خدا بکنیم و این طرف وقتی که وقت نماز شد ما بریم وضو بگیریم نماز بخوانیم. نمیشه اگر فرزند ما فوت شد، ما دیدیم کسی را که بچهش فوت شده باز نماز نخوانده، پدرش فوت شده، مادرش فوت شده، یا از فامیل و اقربا و اقاربشان کسی فوت میشه، والا من غمگین هستم نماز نمیخوانم. تو هنوز در غضب الله متعال اخته شدی و گرفتار شدی. بنان اگر پدر ما فوت شد، مادر ما فوت شد، ما خدای خدا پرستش بکنیم، ما بنده الله هستیم. زمین و زمان بر هم خورد می پرستمت، ما همه تو بنده باشیم. اگر پولدار بودیم، پیسدار بودیم، در اوج قدرت و عزت و منصب بودیم، باید خدا را فراموش نکنیم. و همچنان این طرف اگر فقیر بودیم، نادار بودیم، ناچار بودیم، کمبغل بودیم، در هر جایی بودیم، داخل بودیم، خارج بودیم، نماز خدا ترک نکنیم. بسیاریا
اعتراض میکنن والا مولوی صاحب من نمازم میخوانم، همیشه به ذکر و به تلاوتم هستم، همیشه ورد اورادم دارم، اما این طرف هیچ می کارم جور نمیشه، کارم خراب است، در کارم برکت نیست، فقیر هستم، غریب هستم، چه کار بکنم؟ برادر گل، پدر مهربان، ما نماز به این خاطر نمیخوانیم که خدا ما را پیسه دار بسازه. ما مطلب آشنا نباید باشیم که خدایا ما در بدل پول ما تو را عبادت میکنم. به هر صورت وقفه داریم، انشالله باز در خدمتتان برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بیننده های نهایت گرامی، باز هم برنامه خودم و شما ادامه میتیم. خدا کنه که از این برنامه چیز استفاده داشته باشیم. پس میایم سر موضوع اصلی و اساسی خیش. قبلا گفتیم که بعضی برادرای ما و برخی از هموطنای ما میگن که من نمازخوانم هستم، وظیفام دارم، یعنی ورد اورادم دارم، باز هم روز و روزگارم خوب نمیشه. من به شما عرض کردم که اگر ما به الله متعال سر میمانیم، جبین میساییم و به آستان الله متعال رو میاریم، این به خاطر از این نیست که الله متعال ما را رزق بده. یعنی نماز خواندن و روزه گرفتن، تقوا کردن به این منوال و به این معنا نیست که الله متعال ما را رزق بده، بلی الله کریم جل مجده رزق ما را حواله کرده، برای ما کم یا زیاد میته. اما به این معنا نیست که نماز ما اگر هر قدر کسی نمازخوان باشه و نماز زیادتر بخوانه او رزقش بیشتر و زیادتر شوه. به این معنا نیست. به هر ترتیب حشمت الله برادر ما از کندوز، بفرمایین صاحب. حشمت الله برادر بفرمایین. علیکم سلام و رحمت الله. سوال مطابق مولوی محترم که قرآن شریف را میخوانیم بعد داره یکی و سوال دیگه است که یک چیز را میکنید بعد در بعد نمیشه فقط صبر بعد همین در اسلام جواز داره که درست. سوال دومتان گرفتم، سوال اولتان گفتی قرآن میخوانیم چی میکنیم؟ نفهمیدم. بندش داره، بندش برای بجای جان بندش هستن. چی میکنه صاحب؟ بندش داره جان. بندش داری در قرآن خواندن؟ درست است، درست است. سوال گرفتم. این برادر ما گفت که ما در قرآن خواندن بندش دارم. پیغمبر علیه السلام میفرماید کسی که قرآن را میخوانه به بندش میخوانه، به سکتگی میخوانه، به سختی میخوانه، الله متعال ای را 2 اجر میده. و کسی که قرآن عظیم شان تلاوت و قرائت میکنه، رو میخوانه، زبانش رو از بر از او 1 اجر است. خب اگر کسی اعتراض بکنه، او کسی که قرآن رو میخوانه، تلاوت روتر میکنه و درست میخوانه و صوت خوشم داره، مثلا حافظ یا قاری قرآن است، او چطور 1 مرتبه یا 1 درجه اجر میگیره و کسی که قرآن به مشقت و سختی میخوانه او 2 درجه؟ حکمتش علما مهربانی میکنن به خاطری که این برادری که قرآن به سکتگی میخوانه و به مشقت میخوانه، این 2 اجر داره، خاطری که یکی اجر تلاوتش است، اجر قرائتش است، دوم اجر مشقت و سختیش است. و او کسی که قرآن میخوانه او اجر تلاوت و قرائت میگیره اما از اجر مشقت محروم است. خب کوشش کنیم که قرآن هم و شما یاد بگیریم، در قرآن خواندن روتر شویم و کوشش کنیم که قرآن با تجوید بفهمیم. دوم سوالی کردن برادر ما که کسی که یک جنس میخره 10 روپه و میفروشه مثلا 50 روپه، در اینجا ظلم است دیگه. چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است، واضح است که در حق برادر خود ما ظلم کردیم دیگه. زیاد فایده بگیریم 2 روپه در 10 روپه، یا 1 روپه فایده بگیریم یا 2 روپه فایده بگیریم، نهایتش 5 روپه. اما از او بالاتر اگر 10 روپه و 20 روپه یا 100 روپه
مفاد میگیریم ما به برادر خود ظلم میکنیم و ظلم به برادر گویا که ظلم در حق خود کرده باشه یادم. به هر صورت خدا کنه برادر ما سوال خدا جوابش گرفته باشه. برادر ما جواد خان از بامیان تماس گرفتن. بفرما. مشنوم برادر. شکر صاحب. و علیکم السلام. امر کنید. خانم مثلا از ما از خانه خیامی است، طرف خانه فامیلان خود ما مثلا از ما طلاق داده میگه، طلاق مرا میگه، اما مستحق مهریه و از شما بوده یا نه؟ به هر صورت به همراه شما چی مشکل دارن؟ چرا به همراه جور نمیه؟ بهانه این است، بهانه مثلا خیلی کسی خانه فامیلان خود ما نمیه، اولادان خود نمیکنه. آیا خودت حق و حقوقش به جای میکنی یا خیر؟ نفقه، سکنا، الفت، محبت. سکنا دارم، زمین دارم، خانه دارم، اجاز دارم، دیگر دارم. مثل بهانه‌های خانه فامیلی رو بر نمیگردم. سر چی بهانه گرفته؟ مشکلش چی است؟ خب یک چیزی حتما می باشه تا شمال نشه برگ از درخت نمیفته. چرا خانه بابی خود رفته؟ چی مشکل داره؟ چی شکایت داره؟ درست است برادر. بشنوین من مختصر به شما جواب میتم. برادر ما سوال کردن از بامیان که خانمم به خانه پدر خود رفته و از ما طلاق میخواه. خب طلاق میخواه، هر مشکلی که در بینشان هست دیگه. شاید جور آمدشان نشه. اگر جور آمد شوه خب فبها نصیحت کرده شوه مو خانم، چون اکثرا خانم ها از علم دور می باشن، از حقوق هم دیگر آگاه و با خبر نیستن. اگر نصیحت و وصیت برای خانم کرده شوه و شریعت هم همی حکم کرده که دفعتا طلاق نشه و خانم رخصت کرده نشه، بلکه شانده شوه و نصیحت کرده شوه. اولا شوهر نصیحت بکنه، اگر به نصیحت شوهر نشد خسر نصیحت بکنه، خشوع نصیحت بکنه، نشد بالاخره پدر و مادر خودش نصیحت بکنه. اگر به نصایح نشد باز شریعت گفته که تهدیدش بکنه، زده شوه. خب امرای چیزی زده شوه که جایش میده نشه، دستش یا پایش یا سر صورتش لطمدار نشه و زخمی نشه. شریعت تو گفته یعنی زدن تعدیبی بکنه، به خاطر ای که ادب بگیره، به خاطر ای که اصلاح شوه. این زدن به خاطر نیست که کسی اعتراض بکنه که شریعت چرا جواز داده که شوهر زن خدا بزنه، چرا جواز نداره که زن شوهر بزنه، اما شوهر برای شوهر جایز است که خانم خدا بزنه. به این خاطر شریعت میگه که بزنه که تایی اصلاح شو. اگر نیک نشد باز مرتبه سوم و چهارمش باز میشه که طلاق بده. باز چون که خودش تقاضای طلاق داشت باز مهر حق نمیبره. در این صورت باز خلع میگن، مهر حق خانمش نمیشه. یاسمین از کابل تماس گرفتن. بفرما همشیره. علیکم السلام. مشنوم صاحب. بسیار خوب. من یاد نمیگیرم، گفتم سر خطای جست من میبرم چی حکم داره؟ خیر ببینی یا ما جوابتا میتم. مهربانی. همشیره ما گفتن که من قرآن یاد نمیگیرم. اولا کوشش کنیم که قرآن یاد بگیریم. یادگیری از جمله شرایطش درگیری است. یادگیری بخوای یک چیزی را یاد بگیری تو باید به اون چیز درگیر شوی. اگر درگیر نباشی، دست و پنجه نرم نکنی، تلاش نکنی، یاد نمیگیری. خب بعضها می باشن، پسرها می باشه یا خانمها می باشه که هر قدر کوشش میکنن خدایی حافظهشان ضعیف است، یاد نمیگیرن. باز در این صورت که امو دست خودم به قرآن عظیمشان که ببرن ثواب میشه. چرا؟ در حدیث مبارک ذکر میشه که چند چیز است که بدیدنش بر ما عبادت نوشته میشه،
بیت الله شریفه، خانه معظمه الله، بیت شریفه به دیدنش ثواب است، اجر است. همچنان پدر و مادر به چهرهشان نگاه کردن اجر و ثواب است. به چهره علمای با تقوا و ربانی و خدایی نظر کردن، به چهرهشان نگاه کردن ثواب است و اجر است. و همچنان از جمله چیزهایی که به دیدنش عبادت بر ما حساب میشه قرآن عظیمشان است. پس تو وقتی که قرآن عظیمشان به هر کلمهش دستت میبری، با وضو باشی، پاک باشی، دست به سر قرآن عظیمشان بانی و به طرف آیتهای قرآن نگاه بکنی، از هر آیتش و از هر کلمش الله متعال تو را اجر میده. خب البته به این اکتفا نکنی، تو باید کوشش بکنی و تلاش بکنی که قرآن یاد بگیری. انشالله یاد میگیری. دعا بکنی، نیایش بکو، زحمت بکش، تلاش بکو. حالا تا وقتی که ما موتر نداریم، بالفرض کسی در جلو موتر نشسته، موتر نداره، موتر یاد نداره. وقتی که پیسه دار میشه، یک ذره پولدار و پیسه دار میشه، بازی میره موتر میگیره. وقتی که موتر خرید، سر جلو موتر میشینه، روز اول کمک واری کنده است، دوم کمک واری خوبتر میشه، بالاخره به مرور زمان یک ماه دو ماه که تیر شد، بالاخره دریور میشه. این ما تا در هر کاری که ما دست پنجه نرم بکنیم، انشاءالله او کار یاد میگیریم. قرآن عظیمشان نخواد قدر سخت باشه. حالا مردم انگلیسی رو یاد میگیره، زبانهای سخته، زبانها و لسانهایی که بسیار سخت است، مردم یاد میگیره. چقدر گرامه و قاعده و قانون داره. قرآن عظیمشان زیر و زبر داره دیگه. از قاعده نورانی یا قاعده اقرا شروع بکنی، انشاءالله یاد میگیری. خب حوصله کار داره هر کارم. احمد ضیا از پغمان تماس گرفتن، بفرمایید. سلام علیکم حضرت محترم. علیکم سلام و رحمت الله. مهربانی. از ما برادر ما در بیشتر در وقت در خانه سفر کار ما یا از حالا غذا بوده هر چیز را کار ما مدرسه جهان ما سوارگی و اینا به غذا بوده خال بوده چیز طلاق گفته طلاق چه قسمتی طلاق نگه چی کنه یا پس نگاه کنه چی میشه. خب گفته که طلاق هستی و کارت ندارم و رنگت گم که شاید همی گپا را گفته باشه. بله بله. خب درست از برادر من جواب میتم انشاءالله. برادر ما رابطه به طلاق پرسان کردن. اکثر سوالام رابطه به طلاق و به جار جنجال بین شوهر و خانم می باشه. شیطان در یک چیز بسیار خوشحال است. شیطان در سر یک بحر نشسته است و یک تخت داره و خودش از سر تخت پادشاهی خودش دیگه، اون تخت پادشاهیش است. اولادای خود هر طرف قمانده میکنه که بنده های الله متعال شما گمراه و بیراه بسازی. هر کس میره به هر طرف، اولادای شیطان مردم بنده های خدا را گمراه و بیراه میسازن. کسی را سرش نماز ترک میکنه، سر کسی خدا ناخواسته زنا میکنه، سر کسی دزدی میکنه، سر کسی قتل میکنه. خب وقتی که بیگاه میشه، اولادای شیطان میان پیش کلانشان، پدرشان، و شیطان پرسان میکنه از اولادای خود که شما چی کردی؟ یکیش میگه که ما فلان کار سر کسی انجام دادم، نمازش قضا کردم. دیگه میگه روزه را سرش خوردم. دیگه اولادش میگه که ما چنین کار را کردم، مثلا قتل کردم. هیچ کدامش شاباسی نمیته، میگه چندان کاری نکردی. یک اولاده خدا پرسان میکنه، میگه تو چی کردی؟ میگه ما در بین زن و شوهر جدایی آوردم. یک زن از سر شویش طلاق کردم، شوهرش در خشم آوردم، در غضب آوردم، بالاخره به حالت رساندم که زن خدا طلاق کرد، با 3 سنگ طلاق کرد. حالا بسیاری ها 3 سنگ هم بالا میکنن. به هر صورت شیطان اینمی اولاد خود در آغوش خود میگیره، میگه اصل کار تو کردی، او را شاباسی میته، او را نمره میته. پس ما کوشش کنیم در خانه اخلاق خود خوب بسازیم. اگر خانم هستیم، اگر شوهر هستیم، هر کسی که هستیم، اخلاق خوب داشته باشیم، گزاره داشته باشیم، گذشت داشته باشیم، تا ای که امو روزگار ما خوب باشه. خب این برادری که زن خود طلاق کرده، بله اگر در حالت خشم باشه طلاق میشه. این حالت خشم است.
در حالت خشم خود طلاق میشه. حتی یک آدم خدا ناخواسته شراب می نوشه و مست می باشه، عقلش مغلوب می باشه، زن خود طلاق میکنه، بازم زنش طلاق میشه. اگر ای به 3 سنگ طلاق داده باشه، ای شوهر خانم خدا به 3 سنگ طلاق داده باشه، ای طلاق مغلظه میگن. ای زن از شوهر خود جدا شده بناهن بدون تا ای که ای شوهر ای خانم بره به همراه کدام مرد دیگه ای نکاح بکنه، باز او شوهر دومیش بر رضایت خود طلاقش بده، باز او عدت تیر بکنه به شوهر اولیش روا میشه که ایره حلاله میگن در شریعت. این توی کار باید بکنن دیگر، راه نداره. خود کرده را نی درد است نی درمان. فرشته همشیری ما از بدخشان به تماس هستند. بفرما همشیره خواهر، فرشته خواهر. علیکم السلام. شکر صاحب، مهربانی. توبه. خب درست است همشیره. همشیری ما خواب دیده بودن، همین چیزای پلیدی را خواب دیده بودن. الله متعال رحم کنه، خدا کنه از این بعد دیگه خوای خوب ببینه. الله متعال خواتانم خوب بگردانه، دیگه شما تشویش نکنی. چیزی که قضا و قدر الهی است برای شما میرسه و قدر تعبیر مهمی نداره، خواب مهمی نیست که ما را به تشویش بندازه. به هر صورت میم سر موضوع اساسی که او اهمیت نماز بود. در حقوق الله اول چیزی که الله متعال روز محشر از ما پرسان میکنه نماز است. روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. الله متعال اول نماز از ما پرسان میکنه که آیا توی حق خدا را بجا کردی یا نکردی. گرچند الله متعال به نماز ما نیازمند نیست، خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راه دعا نیست، بناهن ما با الله متعال نیازمند هستیم. ما حلقه بندگی را در گردن خود انداختیم که خدایا ما بندیت هستیم. وقتی که بندیت گفتیم هستیم، مسلمان هستیم. مسلمان وقتی که هستیم باید به فرامین الله تسلیم باشیم. اما مسلمانی خود، بندگی خود به الله متعال نشان بدیم و نماز خود ترک نکنیم که جزای بی نماز بسیار سخت است که در صحرای محشر بی نمازها را به طرف دوزخ برده میشه و دوزخ هم و شما تا هنوز ندیدیم. نه تا وقتی که چیزی را نچشیده باشی کی میفهمی؟ تا وقتی که تو در قبر نری و عذاب قبر نبینی کی میفهمی؟ اوش در سرت نمیه، حالا در خواب هستی، فکر میکنی که من همیشه جور صحتمند و تندرست هستم، چاق و سرخ و سفید هستم. این جوانی برای موت نمیمانه، این روز و روزگار برای موت نمیمانه. این روز بدل میشه، پشت هر شب روز است و پشت هر روز شب است، پشت هر خوشی غم است، پشت هر غم خوشی است. دنیا همیشه مثل دولچه چاواره است، گاهی تا میشه و گاهی بالا میشه. دیگه ما فقط پیش پایبین نباشیم، ما باید دوربین باشیم، مثل به اصطلاح ما که شتر واری دور خدا ببینیم، نه ای که مرکب واری پیش روی خدا ببینیم. یعنی باید که عاقبت خدا بسنجیم. وقتی که ما در هر رشته در هر کاری میریم، میخوایم این کار بکنیم، میخوایم در میدان پیش شویم، اما عاقبتش انجامش میسنجیم که آیا امی کاری که ما میکنم این مفاد داره یا خیر، آیا نتیجه خوب میده یا نتیجه زشت میده. اگر برای ما نتیجه خوب میداد ما به او کار خود اقدام میکنیم، اگر نیک خدا نخواسته و به او به عزت ما تمام میشد، با آبروی ما تمام میشد، ما را شرمنده و خجالت میساخت و کار، ما هرگز پای خود او کار پیش نمیکنیم. بناهن ما باید سنجش داشته باشیم. به هر صورت شایسته از غزنی به تماس هستند. بفرمایید خواهر. و علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. من میخواستم که انتظار مطمئن دیگه که ما آدم ندام
امیرآزان چی معنا میده؟ آزان چه معنا میته؟ خب به هر صورت شاید تعبیر خوبی داشته باشه. خب الله متعال خوب بگردانه خوابتانه. آزان والله اعلم تعبیرش چی باشه. خب منتها همه قدر میدانم که خوابتان خوب خواب است، قابل تشویش نیست. دیگه ما در برنامه قبلی هم گفتم که لکل فن رجالون، هر فن برای خود مردایی داره. در اینجا که ما ششتیم تمام تعبیرات خواب نمیداریم دیگه، بناهن تعبیر خواب سخت است. الله متعال یگان بنده خدا خاص میسازه. باز آدم در کتابا مراجعه بکنه شاید پیدا شوه. خب منتها فعلا من نمیدارم که خوابتان چه تعبیر داره. خواب قدر میدانم که خواب خوبی است، الله متعال خوب بگردانه. به هر صورت اگر از حکایت کردن و قصه کردن خوابها جلوگیری بکنیم بهتر میشه، از این که مسائل مهمتر پرسان بکنیم. خو اگر کسی بر ما تعبیر بکنه یا نکنه و قدر مسئله مهم نیست، اما خیلی مسائل مهمی است که ما به او دست و پنجه نرم میکنیم از ثواب و گناه پرسان بکنیم. به هر صورت میم سر موضوع اساسی و اصلی خود. ما چی گفتیم پیشتر به شما ما عرض کردم که در هر کار ما عاقبت سنجی میکنیم و انجامش هم میسنجیم که آیا به خیر ماست یا به شر ماست. امی که ما سر در گریبان نکنیم و همت نکنیم نماز خدا را امو امانت الله متعال درست به وقتش انجام ندیم، آیا در صحرای محشر در حضور الله متعال ما چی جواب داریم؟ آیا در قبر ما جواب دادن میتونیم یا خیر؟ او تنگ بسیار، او قبری که بسیار تنگ می باشه و نمناک می باشه و خانه تاریک می باشه و واگور تناگور می باشه، اما قرار یک را خدا ما در تفکر و در تعقل شویم که آیا در قبر جواب دادن میتونیم یا خیر. بنابراین در نمازهای خود سستی نکنیم، نمازهای خدا با وقتش بخوانیم. زندگی با بندگی فرخندگی است و زندگی بی بندگی شرمندگی است. ای که نماز خدا را تو جوان نمیخوانی، رزق خدا را میخوری، از نعمات گوناگون الله متعال استفاده میکنی. الله متعال به تو سر و صورت داده، زن و فرزند داده، الله متعال تو را رزق میده، الله متعال تو را صحت داده، عافیت داده، فراغت داده. تو که از این استفاده نکنی چگونه به حضور الله متعال جواب میتی؟ آیا بر ما مرگ بهتر نیست؟ سری که سجده نداره و سجده نمیکنه در آستان الله متعال از این زندگی کرده که بمیره بهتر است. برای خود گناه ذخیره کرده میره، برای خود عذاب الله متعال ذخیره کرده میره. پس این صحتمندی ما، این جواری ما بس نعمت بزرگ الله متعال است. ما باید از این استفاده بکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که 5 چیز شما غنیمت بدانید: زندگی تانه، جوانی تانه، صحت تانه، فراغت تانه و همچنان پول و پیسه داری تانه. شکر خود زنده هستیم الحمدلله، این غنیمت بدانیم. نمازهایی را که قضا کردیم کوشش کنیم قضاییش بخوانیم. نمازهای فرض قضایی بخوانیم، سنتهای قضایی نداره، وتر واجب قضایی بخوانیم. پس به الله سر باریم که خدایا ما بد کردیم، پروردگارا ما بسیار غلام گریزپا شدیم، فرزند ما نافرمانی بکنه. یا میایم یک مثال دیگه میگیم کسی در دفتر ما کار نکنه، شاگرد ما دکاندار است، مثلا در دکان خود 1 نفر 2 نفر شاگرد گرفته، خو 1 روز به گفتت نکرد، 2 روز به گفتت نکرد، 3 روز به گفتت نکرد، بالاخره روز 4م از دکان میکشیش یا نه؟ اگر درست به اخلاص کار نکنه تنخواهش معاش کم میکنی یا خیر؟ بنا نابرده رنج گنج میسر نمی شود. برادر محترم، مادر گرامی، همشیره میروان و عقلمند، اگر تو میخوای از الله متعال اجر، آبرو، عزت دنیا و آخرت میخوای، نماز تمام بعد دیگه توبه بکش، سر به آستان الله متعال بان که الله متعال تو را اجر بده. جنت جای بی غیرتا نیست، جنت جای بی همتا نیست. جنت کسی میره که غیرت داشته باشه و همت خدا به خرج بده. الله متعال در قرآن میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان داری که ما جنت میریم؟
ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول الآیه تا آخرش. الله متعال میفرماید شما گمان میکنید که ما جنت میریم و تا هنوز سر شما مشقات و سختی هایی که سر امت های ماضیه آمده بود سر شما نامده. قبل از اسلام مسلمانایی بودند که حتی کافرها به اندازه اینها را زجر و تکلیف میکردن، عذاب میکردن. حتی امو به اصطلاح ما و شما که یک چیز آهنی که چی میگن، شاخی میگن، چی میگن، این در جانهایشان منداخت و جانهایشان پرت و پوست میکرد. اونها از دین خود نمیگشتن، در آتش مسلمان ها را منداختن، میسوختاندن، از دین نمیگشتن. امروز نه سر ما زور است، امروز نه کس سر ما استاد است که نماز نخوان، امروز سر ما کسی استاد نیست که تو حرام بخو. ما خود ما تنبل هستیم. آیا ما گمان میکنیم که جنت میریم؟ بنا نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. الله متعال همه ما و شما را به این گفته های بنده فقیر و حقیر عمل نصیب بگردانه. دوستای عزیز، هموطنای گرامی، وقت برنامه ما با آخر رسیده و تمام شده. بعض مسائل و جزئیاتی که رابطه به نماز بود و میخواستم او را به حضور شما به عرض برسانم. البته وقت ما یاری نکرد. مش نمونه خروار در حضور شما گفتم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تا برنامه و درس آینده انشاءالله همه تانه به الله متعال مسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.